أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت شده از شماره حدیث در کتاب ترمذی 241 می باشد. انس ابن مالک رضی الله عنه صحابه کوچکی پیامبر، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، انس ابن مالک هنوز کوچک بودند و مادرشان ام سلیم انس را برای خدمتگزاری برای پیامبر هدیه کردند. پیامبر قبول کردند. انس ابن مالک 10 سال در تربیه پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگ گشتند و حدیث های بسیاری روایت کردند. 2286 حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق انس ابن مالک دعا کردند، گفتند اللهم اکثر ماله و ولده. بار الها گفتند مال و فرزندی انس را بسیار گرداند. در حقیقت این اجابت گشت. انس ابن مالک پس از وفات پیامبر برای نشر علم و آیت و حدیث بسیار وقتهای خود را صرف کردند. انس ابن مالک میگویند که در این حدیثی که میگذاریم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار و براءة من النفاق. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند گوش فرا بدهید، این حدیث بسیار مهم است. هر کسی که برای الله به خاطر الله نماز جماعت را 40 روز با همراهی امام بخواند که تکبیر اول را دریافت بکند، برای او در نزد الله نوشته می شود که از 2 چیز خالی می ماند، از 2 چیز پاک می شود. اول اینکه از آتش جهنم نجات می یابد، براءة من النار، نوشته می شود که این بنده در آتش سوخته نمی شود. و براءة من النفاق، پاک می شود از نفاق. ببینید این فضیلت نماز جماعت را در این حدیث فضیلت نماز جماعت بیان شده است. و اینچنین باید شخصی که به نماز می رود همراه امام در تکبیر اول که الله اکبر می گوید او را دریافت بکند. هنوز سوره فاتحه را نخونده او می تواند، هنگامی که هنوز امام سوره فاتحه را نخوانده است، او تکبیر را اگر دریافت کرد، تکبیر تحریم را الله اکبر می گوید دریافت می کند. اما شخصی که به نماز می رود و می خواهد که این حدیث را تطبیق بکند که 40 روز همواره با جماعت نمازش را بخواند و از آتش جهنم و از نفاق پاک می شود. اما وقتی که بیمار شد، در این بیماریش اگر رفته نتوانست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که بنده ای که بیمار می شود چه خیلی که عمل میکرد همچنان عملش نوشته می شود، اگر چنده که سفر بکند. ببینید ما دینی داریم که وقتی که ما در حالت صحت سلامتی امان رو به مسجد رویم نماز بخوانیم، اگر وقتی که بیمار شدیم بر ما چه خیلی که ما به نماز میریم، نماز جماعت میرویم، اشتراک میکنیم، همچنان الله اجر و پاداش مینویسد. ببینید
پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ 40 روز همواره پی هم اگر برود نماز بخواند، کتبت له براءتان، او پاک می شود، نوشته می شود که این بنده از آتش جهنم پاک شده است، یعنی نوشته شده است که نجات یافته است، و براءت من النفاق، و نوشته می شود که از صفتهای منافقی، از نفاق دور شده است. صفتهای منافقی بسیار است: دروغ گفتن، وعده را خلاف کردن و اینچنین امانت را خیانت کردن، در حالت خشم و غضب سخنهای بیجا گفتن. همه این صفتهای نفاق می باشد، پاک می شود. این بود شرح حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.